آهای اهالی فینیتو، 1 سال دیگر هم گذشتندی و من هنوز کت خدا می باشمندی. هیپ هیپ هورا هورا کت خدا. ما امسال را به نام سال مهار تورم نامگذاری می کنیمندی. این چیه؟ این نمودار سعودی تورم می باشندی کت خدا. خاک عالم بر سرت، آخه الان زمان نمودار آوردن می باشندی. اهالی فینیتو، داشتم می گفتم درست است که الان ما لب پرتگاه می باشیمندی و به تار موی بند هستیم، اما هنوز ته دره نرفته ایم و ما این تار مو را ول نخواهیم کردندی. وای کت خدا حیا کن، فینیتو رو رها کن. کت خدا حیا کن. ای وای، چرا اینطوری شدندی؟ خب کت خدا، تورم می باشندی، خرجمان زیادندی. اهالی فینیتو، در سالی که گذشت سفره هایتان کوچکتر همی شدندی، گوشت و مرغ و برنج از سفره هایتان پرواز همی کردندی. البته اینها همش تقصیر خودتان بود. این نتیجه اسراف هایی است که خودتان کرده اید. اینقدر اسراف نکنیدندی. ریس ریس، این بارها به کجا می رود؟ اینها سهم اهالی بغدادآباد، لبناباد و سوراباد می باشندی. آورین آورین ریس ریس جان، تو تا می توانی در قلومبا کردن سهم اهالی اسراف کن، اما حواست باشد که اهالی اسراف نکنندی. خب اهالی، اوراق ما امسال هم با همان فرمان قبلی در فینیتو یورتمه می روندی. هر کس هم اغتشاش کنندی سیلی می خورندی و سلام، نامه تمام. کت خدای نیمه جون، سیلی بخور نوش جون. کت خدای نیمه جون. اونی که سیلی خورده و باز هم میخوره توی کت خدا. بگیر که اومد.